سلام دوستان، درس نوبتی ما فرمولای شد است با انگلیسی count. این فرمولا برای حساب کردن رقم ها استفاده می شود. متن را حساب نمی کند. در اینجا دو مثال میارم برای شما. می نویسم پلوس شد تاب، بعد از 1 تا 20 انتخاب میکنیم و یک بار دیگر تب رو زیر میکنیم. در اینجا 20 رقم یافت. در اینجا باشد تب پلوس شد تب رو زیر میکنیم، از 1 تا پایان انتخاب میکنیم، یک بار دیگر تب رو زیر میکنیم، 10 نشان داد. چقدر که میبینید در اینجا 10 رقم است. تکست ها رو حساب نکرد. اگر درس به شما پسند آمده باشد دکمه لایک رو زیر کنید و آبونه شدن رو فراموش نکنید. در امان خدا.